الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم با بیان گوشه دیگر از روابط و وصلت هایی که در میان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی ایشان اتفاق افتاده و وجود داشته است. در جلسات قبل در این زمینه مطالبی را در مورد ارتباطاتی که میان سیدنا ابوبکر صدیق و اهل بیت و بعد از آن روابطی را که در میان عمر ابن خطاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته، مطالبی را خدمت شما بیان کردم. در این جلسه میپردازیم به سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه. همه من و شما میدانیم که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه از بنی امیه هست، یکی از قبایل معروف قریش که در مکه مکرمه میزیستند و از خویشاوندان نزدیک اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنی هاشم هستند و از نظر نسبی بنی امیه و بنی هاشم به یک اصل میرسند، به جد بزرگشان که عبد مناف هست. هم بنی امیه و هم بنی هاشم برمیگردند به بنی عبد مناف و از میان تمامی عشره مبشره حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق و بعد از این طلحه و زبیر، سعد و سعید و عبدالرحمن ابن عوف، میبینیم که از نظر نسبی از این جنبه، از جنبه پدر، میبینیم که از همه نزدیکتر به رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی امیه هستند. به این خاطر هست که بنی امیه را میگویند که عموزادگان بنی هاشم هستند، از خویشاوندان نزدیکشون هستند که ارتباطات صمیمی و عهد و پیمانه هایی که وجود داشته قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که در میان بنی هاشم و در میان بنی امیه این روابط بسیار زیاد بوده و این دو قبیله با همدیگر هم پیمان بودند، در جنگ و صلح با همدیگر بودند و وصلت‌های بسیار زیادی رو با همدیگر انجام دادند. و حضرت عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص ابن امیه هست، یعنی از بنی امیه هست و بنی عبدشمس که برمیگردند به نیای بزرگشان که جد مشترک اهل بیت رسول الله و بنی امیه هست که و کسی نیست جز عبد مناف. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه 6 سال بعد از عام الفیل به دنیا آمدند و یکی از مهاجرین اولین و مسلمانانی هستند که در مکه مکرمه و در همون زمان نخست دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان شدند. بنا به دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که ما میدانیم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه مسلمان شد در راه دعوت و در راه گسترش دین مبین اسلام همگام با رسول الله صلی الله علیه وسلم و در کنار ایشان مشغول به خدمت شد و افراد بسیار بزرگ و معروف و مشهوری از میان قبیله قریش توسط دعوت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسلمان شدند، مانند حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، طلحه و زبیر، عبدالرحمن ابن عوف و بسیاری دیگر از مسلمانانی که در صدر اسلام
و در دوران مکی مسلمان شدند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را اگر مسلمانی از ایشان خاطره‌ای داشته باشد، خاطره بیعت الرضوان هست. زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشان را به عنوان نماینده خودش به مکه فرستاد و هنگامی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تأخیر کرد در مکه مکرمه و شایع شد در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که عثمان به شهادت رسیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم تصمیم گرفتند که انتقام خون عثمان را از مشرکان مکه بگیرند و از اصحاب خودش عهد و پیمان گرفتند، بیعت گرفتند که در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر انتقام خون عثمان جهاد بکنند و با مشرکان مکه بجنگند تا اینکه انتقام عثمان را بگیرند. همه آمدند بیعت کردند با رسول الله صلی الله علیه وسلم به جز یک نفر از منافقین که در اون جمع بود و همراه با مسلمانان بود. به جز اون یک نفر تمام لشکری که همراه با رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند و 1400 نفر آمارشان بود، همه اومدند بیعت کردند. اما حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که محبوس بود در مکه و نمیتونست بیاید و به خاطر مأموریتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم داده بود و اساس این بیعت هم به خاطر غیاب و تأخیر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم دست راستش را گرفتند و با دست چپ یک جا نهادند و گفتند اللهم هذه بیعت عثمان، پروردگارا این بیعت عثمان هست. که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینقدر مطمئن بود از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و مطمئن بود که اگر عثمان هم امروز در کنار من بود و در این جمع حضور می داشت قطعاً بیعت می کرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم که عملش گفتارش مؤید به وحی هست، دست راست خودش را به عنوان دست عثمان قرار داد و اون را در دست چپش نهاد و گفت اللهم هذه بیعت عثمان، این بیعت عثمان هست. و این یکی از افتخارات حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و فضائل ایشان هست. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه از طرف پدر اموی هست و از طرف مادر برمیگردد به بنی عبدمناف و از طرف جدش هم می شود هاشمی از طرف مادر. زیرا که قبلا بیان کردیم خدمت شما که مادر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه از ارواء بنت کوریز دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. همون گونه که قبلا عرض کردم در میان روابط خانوادگی و وصلت هایی که بنی هاشم انجام دادند میبینیم که بیشترین سهم این وصلت ها و این ارتباطات میان بنی هاشم و بنی امیه بوده. بنی امیه‌ای که امروزه بدترین دشمنان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفی میشوند. بنی امیه‌ای که بسیاری از انسانهای بیخرد اونها را شجره ملعونه میدانند و متوجه نیستند که با شجره ملعونه بودن بنی امیه بزرگترین طعن را به رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه و همچنین به فرزندان اهل بیت وارد کردند. زیرا که این شجره بنی امیه با شجره بنی هاشم کاملا در هم آمیخته و امکان ندارد اینها را از همدیگر جدا بکنیم. هم از نظر نسبی در هم آمیختند و هم از نظر نسبی. مگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در رأس همه شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیدانست که بنی امیه شجره ملعونه هستند و جهنمی هستند؟ خودش می رود از بنی امیه زن می گیرد و به بنی امیه زن می دهد. اگر قطعا شجره ملعونه باشند، معاذ الله که رسول الله صلی الله علیه وسلم با شجره ملعونه برود وصلت بکند و همچنین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم با چنین شجره وصلت بکنند و یکی بشوند که نهایتاً اولاد اهل بیت بشوند جزو همون شجره ملعونه.
قطعا این دروغ و افترایی هست که این رو ذهن بیمار انسانهای کوردلی این مطلب را ظاهر کرده و بیان کرده و هیچ گونه واقعیتی رو ندارد. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله خدمت شما باز میگردم و نمونی از وصلت‌های میان بنی هاشم و بنی امیه را خدمت شما عرض میکنم. خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند انما ما رو تعلیم میده، قرآن رو به ما میآموزه. همچنین در مورد فضیلت یعنی چیزی جواب نداد، بار دوم هم اعراض کرد، بار سوم وصال حق، گامی در راستای بیداری. آیا برای مؤمنان آن زمان نرسیده که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیشتر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و دلهایشان سخت گشت و بسیاری از آنان فاسق و بدکار بودند. بینندگان عزیز و ارجمند، همون گونه که قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم، بنی هاشم بیشترین وصلت هایی رو که انجام دادند با بنی امیه هست و این نشان همدستی با بنی امیه و نشان از این هست که بنی هاشم و بنی امیه حتی قبل از اسلام هم با همدیگر هم عهد و هم پیمان بودند و این روابط قبل از اسلام وجود داشته، در زمان رسول الله وجود داشته و بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حتی بعد از حضرت علی رضی الله تعالی عنه و تا مدت‌های بسیار زیادی حتی بعد از حادثه کربلا هم این اتفاقات و این وصلت‌ها وجود داشته. و این اختلافات سیاسی که بروز کرد در میان معاویه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه و همچنین اتفاقاتی که برای حضرت حسین رضی الله تعالی عنه افتاد، تمامی اینها سبب نشد که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و بنی هاشم از بنی امیه جدا بشوند، بلکه همچنان این روابط وجود داشته از زمان رسول الله و قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفته و تا قرون متمادی این وصلت ها همچنان وجود داشته و این دلیلی هست بر این امر و بر این مطلب که در میان بنی هاشم و بنی امیه اختلافی که اختلاف در دین باشد، اختلافی که باعث بشود که آنها از همدیگر جدا بشوند، اختلافی که آنها را از همدیگر دور بکند، روابط خانوادگی و اجتماعی آنها را قطع بکند، چنین اختلافی وجود نداشته. گرچه از نظر سیاسی با همدیگر اختلاف داشتند و چه بسا این اختلافات منجر به جنگ و درگیری هم شده باشد. از میان بنی هاشم وقتی که ما نگاه میکنیم، اولین کسی که با بنی امیه وصلت میکند بعد از اسلام شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که من در یکی از جلسات قبل که در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بود به تفصیل در این زمینه صحبت کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام حبیبه ازدواج میکند. ام حبیبه فرزند و دختر ابو سفیان هست و خواهر معاویه، که میبینیم نه تنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی با ابو سفیان بعد از اینکه مسلمان میشود نداشت، بلکه ابو سفیان را و معاویه را لایق میداند به این که از خانواده اونها برای خود همسری را انتخاب بکند. ام حبیبه را که دختر ابو سفیان و خواهر معاویه بود و در این زمینه و در باره کیفیت ازدواجشون، سال ازدواج، من در جلسه ای که مخصوص ازواج مطهرات و امهات المؤمنین بود در این زمینه توضیحات بیشتری رو خدمت شما عرض کردم.
اما وقتی که برمیگردیم میبینیم نه تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی امیه ازدواج کرده، و جالب اینجا هست وقتی که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم را ما بررسی میکنیم، هیچ کسی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف پدر به بنی هاشم نمیرسند و تمام از قبایل دیگر هستند. دختر حضرت ابوبکر صدیق، دختر عمر فاروق، دختر ابو سفیان را و خواهر معاویه را میبینیم که صلاح میداند که این افراد را ازدواج بکند. و نه تنها که رسول الله صلی الله علیه وسلم از بنی امیه زن گرفتند، بلکه دختران خودش را به بنی امیه هم دادند. اگر خاطرتون باشد در قسمتی که و برنامه‌ای که مخصوص دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، من خدمت شما بیان کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان 4 دختری که داشتند 3 دخترش را به بنی امیه دادند و یکی از دخترانش را فقط به بنی هاشم و به حضرت علی رضی الله تعالی عنه دادند. اگر واقعا بنی امیه شجره ملعونه باشند، اگر واقعا جهنمی باشند و شجره ملعونه که لعنت الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اونها بود، نه رسول الله از اونها زن می گرفت و نه به اونها زن می داد. در صورتی که شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که رسول الله صلی الله علیه وسلم از بنی امیه، نه تنها بنی امیه بلکه از خانواده ابو سفیان و خواهر معاویه را ازدواج کرده و همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و همه اتفاق نظر دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم دخترانش را، حضرت زینب را، رقیه را و ام کلثوم را به بنی امیه داده. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها زن ابوالعاص ابن ربیع بود که مفصلا اینو خدمت شما قبلا بیان کردم. ابوالعاص ابن ربیع ابن عبدالعزی که مادر ابوالعاص حاله هست و حاله دختر خویلد بود، یعنی ابوالعاص خواهرزاده حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها است. اما از طرف پدر ابوالعاص از بنی امیه هست. بازم میبینیم رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین دخترش را به ابوالعاص میدهد و 2 دختر بعدیش را، حضرت رقیه و ام کلثوم را که کوچکتر از حضرت زینب بودند، هر دوی آنها را به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میدهد و بدین خاطر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را میگن ذوالنورین. و در میان تمامی انبیایی که گذشتند تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما فردی را نداریم که به عنوان ذوالنورین معرفی شده باشد و 2 نفر و 2 دختر از دختران یک پیامبر را ازدواج کرده باشد. و این یکی از ویژگی ها و افتخارات اختصاصی سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه است. اگر واقعا بنی امیه شجره ملعونه بود که عثمان از بنی امیه هست، چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم به جای این که اون اصلا دامادش نکند، اصلا اون به عنوان شوهر دخترانش انتخاب نکند، نه تنها یک دختر بلکه دختر دومش را هم به عثمان میدهد؟ و باز هم زمانی که ام کلثوم دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم و همسر عثمان فوت میکند، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که اگر من دختران بیشتری داشتم، اگر 10 دخترم داشتم، همه رو میدادم به عثمان. به خاطر این که این عشرت و معاشرت و رفتاری رو که از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سراغ دارد، اون ایمان و اخلاقی رو که از حضرت عثمان سراغ دارد، ایمان و اخلاقی هست که مورد تأیید رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج می کند با بنی امیه و از بنی امیه برای دختران خودش شوهر انتخاب می کند و یکی بعد از دیگری دخترانش را به یک شوهر از بنی امیه می دهد. این نشان از این هست که نه تنها بنی امیه شجره ملعونه نیست،
بلکه در میان بنی امیه انسانهای مبارکی وجود دارند که شایسته این هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم با اونها وصلت بکند. و از طرفی دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم دخترانش را به عنوان زن و همسر به افرادی از بنی امیه بدهد. پس بنابراین بنی امیه عموزادگان بنی هاشم و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند و هم عهد و پیمان بودند با همدیگر، هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام این روابط وجود داشته و آنچه در این زمینه تبلیغ می کند با این حقایق تاریخی و حقایقی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت ایشان بوده و این روابط صمیمانه‌ای که وجود داشته به هیچ عنوان همخوانی ندارد و تمامی این مطالب که گفته می شود که مبنی بر دروغ هست، مبنی بر وجود دشمنی و عداوت در میان این دو طایفه هست، آن هم در زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و این طایفه ملعونه باشند به زبان الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم، این مطالب واقعیت ندارد و با اون عملکرد رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تضاد دارند و منافی هستند. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى